شیخی بالای منبر گفت روزی 3 تا دزد خونه ای رو زدن و کلی پول و سکه رو روی خر صابخونه گذاشتن و زدن بیرون. تو مسیر 2 تاشون دسیسه چیدن که سومی رو بکشن تا سهمشون بیشتر بشه. همین کارو هم کردن. بعدش آب و غذای خوردن و باز راه افتادن که یه دفعه یکیشون خنجر کشید و رفیق دومیش هم کشت. شب که شد دزد آخر دلدرد شدیدی گرفت و بر اثر سمی که شریک قبلیش تو غذاش ریخته بود مرد. اولاخ که تنها مونده بود راه صابخونه رو در پیش گرفت و به همراه مال به آنجا برگشت. این یعنی که مال حلال به صاحبش برمیگرده. شخصی بلند شد و گفت ای شیخ، تمام دزدا که مردن، پس جریان رو کی واسهتون تعریف کرد؟ خره؟ و این چنین بود که شیخ ضایع شد. دمت گرم یه شاخه گل بهت بدم که این دفعه نزدی به اون خاله همیشه یه نظام که میزنی بهش. من همیشه های دکتر حواسم به مقام عظما هستش، خیلی ممنونم از گلتون. آره ولی زدی به اون سخنگوی مشنگ وزارت خارجه. دوباره سر سوراخ شدن عمق استراتژیک عظما تو سوریه هم سوتی داد. عمق استراتژیک نظام سوراخ شده، این مشنگ نوشته دیدین پیروز شدیم، آمریکا بی آبرو شد. نمیشه های دکتر این قاسمی رو ممنون رو حرف بکنی؟ خب آخه اولا شغلش سخنگو حرف نزنه، دیگه چه غلطی بکنه واسه نظام؟ دوما حرفم که نزنه تو از قیافش نمیفهمی که وضع نظام خرابه. سوما این حرف مشنگی رو که فقط این بدبخت بینوا نزده، که حرف نظامه، حرف همون خالیه که بهش نزدی. دکترین گنجیش تو قفس فعلا پارک شده رفته کنار. یعنی جای هیچی. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که گنجیش که خورد به تریلی بیهوش شد، یکی اومد نجاتش بده، برد خونه گذاشتش تو قفس، یه کم آب و دون گذاشت جلوش. گنجیش که به هوش اومد یه تو قفسه، گفت راننده تریلی مرده، من آوردن زندون. روشن شد یه همچی بزنم که بری تو قفس گنجی. آی دکتر کاش همه از سردار سلامی و جزایری یاد میرن که الان اگه سعید مرتضی رو پیدا کردین اینا هم پیدا میکنین که خالی بندی موشک‌های 3000 کیلومتری و سیب بودن کشتی‌های آمریکا و اینها رو بکنن. آره خوب شد که خفقون گرفتن و پیداشون نیست، ولی خب اقتدارای کم خرج برای نظام خوبه. مرحوم عبوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میگفتم که مشگه واسه رفیقاش تعریف میکرد که یک دزد گردن کلفت مرسیکل اومده بود خونهشون، روز روشن همه رو جمع میکنه وسط خونه، یه دایره رو زمین میکشه، میگه اگه پاتونه بذاری بیرون این دایره فکتون رو پیاده میکنم. بعد با خیال راحت همه چی رو جمع میکنه و میبره. رفیقاش میگن خب پس تو هیچ غلطی نکردی، همینطوری حرفشو گوش کردی، هارت و پورتت فقط جلوی ماست. مشنگه گفت نه، من حرفشو گوش کردم، فکر کردی هنوز داستان تموم نشده، بدبختش کردم. هر دفعه که روشو میکرد اونور یواشکی پامو از دایره میذاشتم بیرون. روشن شد یا برفرستمت همراه سردار سلامی پات از دایره بذاری بیرون. آی دکتر یعنی میگین علت سکوت همگانی مقامات سپاه ترسه؟ نه از قدرت و نترسیه. آقا رو خب وقت معلومه ترسه دیگه. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفهمودن که شاگرده برگه امتحانش سفید داد، فقط روش نوشتش که سکوتم نشونه نداشتن معلومات نیست، ولی چیزی که تو ذهن من هست قابل بیان نیست. معلمم براش نوشت رفوزه شدنت نشونه شکست نیست، ولی چون خیلی شوخ و باحالی میخوایم که سال آیندهم تو رو کنار خودمون تو همین کلاس داشته باشیم. آی دکتر این رسم روزگار بی‌مروته که نمک بخوری نمک دون رو بزنی تو عمامه صاحبش. اشاره به داستان اتحادیه عرب. آیه درسته که محکم زدن تو عمامه عظما، ولی اونی که زدن نمکدون نبود، اصلا از ما نمک نخوردن که. اونا رو نمیگم، پوتین رو میگم که آخر کنفرانسی که سر تا تهش نظام رو گذاشتن گوشیرینگ و هرچی از دهنشون در اومد به نظام بدبخت تو سری خورد گفتن، زنگ زده گفته ما هم با شماییم.
همین تماس تلفنی اگه فرض کنی که هیچی هم پشتش نیاد یه توپوزی سنگینه. بله. دلم مثل دل عظما غمینه. سب کن بزن کنار، قبل از اینکه با خود آقاسی پنداری ما رو بکشی قطعش کن که قرارداد بستیم باهات که فقط اول برنامه میتونی آواز بخونی، اونم اگه من بذارم. آیه دکتر این که کنسرت نیست، شما هم علم الهدی نیستی، ولی باشه با دکلمه میگم. دلم مثل دل عظما غمینه، درون سینه‌ام غم در کمینه، خراب خونه دل از دورنگی، چرا رسم زمونه این چنین. سب کن میرم ناکس، اون پوتی رو ولش کن، پوتی پوشای خود نظام و دریاب که گر دارن ریزش میکنن دیگه. محمد جعفری مشنگم فرمانده سپاه رو میگه. آره این مشنگم میگه به داد برسید شیر ریزش سپاه و بسیج رو ببندیم با هم. عجیبه اینا که خودشون تو مرکز اقتدارن، چرا حالیشون نیست که اقتدار نظام چقدر زیاد شده؟ آره والا حالیشون نیست. این داستانه اخیر که خود ما رو اینطوری ترسونده، ببین با دشمن چه کار کرده، چقدر اقتدار داریم، اقتدارمون دیگه زیادیش داریم میریزه این طرف اون طرف، نمیتونیم جمع کنیم. در پایان میرسیم به تصویر خلاصه ای از وضعیت فعلی نظام. آها محکم میشی تا کلوکه سبودی رو با هم بکشی، ببینم چه کار میکنی. اونجا نظامه. آها وسط مشکلاتی کچپ و 4 سمت دورش کردن، شمارش معکوس برجام اون طرفه. تیک تاک تیک تاک. آفرین باری کلا داری تاتی تاتی میکنی. اون برای دکمه فیلتری که تلگرامه که عضو اقتدار نداره مرگ یه بار شیون یه بار بکنه. آن آف باری کلا. حالا اون وسط حمایت کالای داخلیه که برگشته خورده تو پوز مبارک ایشون. ماجرا به جای رسیده که خودیای نظام دارن همینجوری کالا و قاچاق و اینا رو میکنن. حالا دور تا بدبختی دیگه مونده که از سر کور بالا میرن. دست پا کم آوردم دیگه. خب دیگه حالا ببین که عضوای بدبخت چی میکشه. تو میخوای کوروکیشونشون بدی، دست و پا کم آوردی. دکتر خب ما که چیزی نداریم جلو اتحادیه عرب رو بکنیم، خودمون اقلا یه اتحادیه درست کنیم، اقلا تو نظام یه جلسه مشترک مجلس و مجمع تشخیص مصلحت و قوه قضاییه و دولت اینا رو جمع کنیم. لاریجانی‌ها خوب فحش میدن، همه رو جمع کنیم با هم راه حل در بیاریم. یعنی تو اونجا دنبال راه حل بگردیم تو کف دستت؟ نه مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفهمودن که چوپونه از گوسفنداش پرسید چی باعث شده که اینقدر از گرگ بترسین ولی به سگ گله که گرگ هم ازش میترسه اعتماد داشته باشین. گوسفنده چی گفت؟ گفت به. نه تو واقعا اعتماد چی؟ گوسفنده حرف بزنه ناکس. آیه دکتر خواهش میکنم شما بالاترین مرجع فرضی نظامو بردین پایین تر از گوسفند معامله کردین. آیه دکتر من بردم پایین شما مقام عضو اگه برسنم نه